بله رئیسه. بله من خود موال سر کارگاه رئیسه. کارگاه شما خلاصه بخیر. هم یک پنجره دیگه بمونده. بله یک دقیقه بشه. بله رئیسه. میشنم اول گل کردگه. ای بچه ها خدا این بچه بودم میبخشیم رئیسه. آو پنجرهایی که خود شما فرمایش دادیم اونا رو تیار کردن. فقط گپ پول رئیسه. بی پول هیچ کار نمیشه. خیر بینیم من پول برای ما بیاریم. خدا حافظ بیایم ببریم. خدا حافظ. خیر بینیم ایسه همین پول برسونن که بخیر میرزا مریض دارم خود شما میفهمید که چه کار شده؟ اوادی پول شنیدی فقط می پرواز کنی به هوا بری. پروازی نی اگه شما از زندگی میخواید سعی کنید که چی مشکلات تمام زندگی این مردم به افغانستان مشکله کوکو. چی کار بی مشکله؟ ایسه بی مشکل فرق میکنه تا دیگه مردم. یعنی چیکار کنم؟ خانم مریض هر دم هر ساعت هر دقیقه یک دم دیدی خداوند شفای بده. من که دکتر نیم پدر خور بگردم. شو جمع بخیر وعده ما تو. حالی تا اندازه یک چیزی بده که گزارش ما باشه تا شو جمع. همیت تام گریه میکنی گدا به در مسجد همون در گریه نمیکنه بگیرن. یه هم 200 لیپه کار خوبه. 200 لیپه چه کار کنم؟ وعده ما تو شو جمع. اینم خلاص کو که مرتکب رادی میایه. خلاص دیگه چرکات اینا رو هم بسته کردم فقط ساعتم 9 بجه میشه از خواب برمیخزی. کلا من نوارسی کدوم زود میشه 1 سال میشه که نیم سال میشه. من چه کار کنم؟ جان میام خود نهار درات تیار شد بخیر. خلاصه دیگه ایسه مختنم خلاصه. خیلی خوش آمدین خاله جان. سلامت بشی مادر. بهم خونه شیشته بودم گفتیم این دختره یک بهم خونه به شیشته وی برو یک سری بزن. زریفر گفتم مادر دلچم کمک قلور تروش تیار کن چاش میبریم بری از یه همسایم. دل حوض کرد کمک گوشت لندن بنداخته به تایو. خیلی بینین دست شما در نکنه. من چون چه دل من یک چیزا شوری عوض میکنه. آره دیگه از این فوتکا بخور. آها دیگه ببینیم 24 ساعت بهم پیش میگیشتیه. باور کمی ظریفم روزی 20 روپیه از مستونه میره فوتک مستونه. پوفک خاله جان. چی؟ پوفک. من چون مکه نمیفهمم اسم از اینا چیه تو میگه فوتک. من باور که عزیز اینا قدیمم نمیفهمم که اینا چیه. شرمزه هست ولی خیلی شرمزگی نخور با خاطر از اینکه فشار تو بالا میره. حالا به سونه گرفتی هم برفتیم یا نه؟ حقیقتا نه خاله جان نشد. چند میشه؟ خیلی نمیشه دیگه. من یک دفعه دختر خواهر خور ببردیم به همون جگاه و همین ماین تلویزیون دیگه همون گفتی از او 1000 روپیه است و از آخر سرم برای بمره برای ما گفت دختره دمی که به دنیا آمد پسری بود. باز ما گفتم نکنه به تشفاقونه حلش کرده باشه. نه گپانیه دیگه. خب خیلی باشه هرچی باشه دیگه انشالله به سلامتی باشه. ولی مادر یک چیزی به تو بگم هرچی دلتو عوض میکنه مشخور زنبی تا نگی واسه که آدم جلی چیزی عوض میکنه نخوره به چه گدا چلاس میشه. راست میگم بره من گفتن هرچی دل تو عوض میکنه بخور که به چه تو چلاس بیرونه. ماشاءالله خونه ریشته گلو بوته کشتی خوش نشه همو گلا. نه خاله جان او ریختم بودم او ریختم. وی پسره وی از کجا میفهمی؟ نمک به دست هر تو فاش دادو. وی نمکا از کجا آوردی؟ از خونه آوردم 1 ساعت قایم کردم که نبینی. گفتم باشه تا که به سونوگرافی نمیری. سونوگرافی هم سونوگرافی ها قدیم نمک به دست هر تو پاش دادم. دست خود به روخه که میدی به سبیلاغ یعنی پسره. اگه به موها خود دست میکشیدی یعنی دختر بود. نگاه مرگ نشی مبارک تو باشه مادر. 1000 روپیه دست از ماین تلویزیون پیش شد. خیلی بینین دست شما کاش که با راست بگه. یکی دیگه رفته بود چه کار شده بود. گفتم تو به چه 3 قلو داری؟ خب برفتم به شفاخانه به دنیا آمد 1 قلو. پیاری جنجال کرد من دید تا به چی مر بجندی به کس بحث ماین بفروشیم.
از آخه گفتم یه قلو بوده، گفته به دست سنگرفی، گفته 3 قلوه. برفتم خواست سنگرفی بگرفتم که تو چرا گفتی 3 قلوه 1 قلو شده. گفته ما اشتباه کردیم، فقط بلدم پول سیوا کنم. مقصد دختر را خور بگردم، مشخورزم بگی دادم، هر چی دل تا حوض کرد که بخونه دیشتیم بخود تیار کن، که ندیشتیم به ظریفه به ما بگو همسایه داری به درد امیر روزا میخوره که با تو تیار میکنم برای تو. خیلی بینی خاله جان سای با عمرشه. زنده بشی. اشته بوی کبابه. وی کباب راستم میگی. شده با کجای مادر؟ به سر کار خونم. این تروزا دیگه بگو طور یک کلق داره خیلی. خود چه کار کنین دیگه، بیچاره مجبور کار کنه دیگه. در روز میزنم 300 مادر یعنی که به نظرم برنامه در سراش با. بله کلی دارم میام خودم. دیگه مادر بره کجایی خانم؟ بیاین خونیم. نه دیگه برو. خب میشیشتین. سلامت بشی ببخشید مادر. دیگه چای بفرمایید هم بفرمایید. مادر هرچی دل تو عوض میکنی بخوری. چشم. هیچ نشه که باز خود خور. چشم خوش آمدین. سلام سلامت. برسونید به ظریفه. خب خوبه، سلامت، سلامتی. چاش دنده برفتین. سلامت باشین. مادر چیز میزی دل عوض میکنه بستو بری و این دختر نگذارم خیلی شیری بخوره که دلجمع باشین، دلجمع باشین. خیلی زنده میگه بشی خبر مادر نمیدی. خوش آمدی. شیگه پایزم خوبی. خوبه که این مادر ظریفه هست و میای خبر میگیره. ها به خدا خیلی ببینی الهی خیلی خوب زنیه. چی که پای؟ آرومی از این خبر ندیشتم بیا آدم دست خورد زیر چاده خونم یک دنیا آورده بیدم مکری خوبه کردن تصمیم نمک اختن گفتم پسریه. چی میفهم که پسری؟ چی میفهم دیگه آدم ها قدیمه حتما اونا بیتر میفهم. پس یعنی ما تو رو از سونی گرفتی هم نجات دادن. ها دیگه تم باور کردی. بابا کار خدا خودی بیتر میفهمه. خب میگو پولم بگرفتن خلیفه خوب. ها دست درد نکنه. بدم خب نمیشه این رو بریم به بازار نیم بازار بخورین خیلی دل عوض کرده. گفتم هرچی که دل تو عوض میکنه بخور که به چه تو چلاس نشه فرداز. خوبه؟ خوبه؟ بریم. آه برو دا چادر که بریم. خب بریم. بریم. خیلی خدا رو شکر. خیلی خوب. میتونی کشی؟ آبه از اونجا بسته که بیا قیمت هم نازم کباب سیخی گفتی نه؟ باش موسیقی جان میبخشیم قیمت ها رو روی مینو غذایی هم نزدیدیم همین کباب سیخی به چنده؟ 170 جوجه به چنده؟ 150 کوبیده؟ 90 باش ما بپرسم من میام خوراک 170 روپیه همون نیم خوراک بری تو میسونن تو بخوره یعنی شما نخورین؟ من نمایم غم ندارم نه همه شما کار میکنین باشه شما بخورین دیگه خیر از اونا بسوین دیگه خب چیکار کنین دل معوض 200 روپیه 270 روپیه بدم 30 روپیه هم نوشابه چی میشه باز مگر تا خونه پیاده بریم خیره غم نداره من به خونه سر 150 روپیه دارم اونا تا آخر هفته خود شما میچلن دیگه خیر چیکار کنین حال که دلم عوض کرده دیگه نیم خوراکم بعده دیگه من بخورم شما بخورین تا کسی می 200 روپیه من گفتم اونا با ما یک چیزی هم نیم خوراک تو بخورک من نمام نه دیگه اشتی شما نخوریم شما نگاه کنیم ما بخورم تا نمیشه دیگه بریم بخورین خیر باشه دیگه یا خوراک کباب بیاریم برار برم بچه حالا همیسته خوراک گوشتی چی باشو؟ کی خدای شکر تو من تا صبح حتما میام بگی مستر همه مردم رو شیرینی بدین
همه مردمه. کمک برو راستتر نهایت حال ما ببخشید. خدا بعد از 10 سال برای من بچه داده، بعد از 10 سال. خب الهی شکر. من شیرینی میدم اینجا. خوب حتما نمیایم. خدا حافظ. خلیفه همه کسایی که اینجا هستن میمون منم. برای همه نفر یک سر خوراک بده، نباید کباب بده، کباب گوشت بده، برای همینا میمون منم. خدا بعد از 10 سال به من بچه داده، بعد از 10 سال. زنده باشید دوستان، همه که میمون زنده باشید، همه که دوستان میمون منی. نفر یک خوراک گوشتی. مبارک باشه. زنده باشید، زنده باشید. چقدر صبر کردم، چیشم کشیدم. خدا از آخر سر یک پسر صحیح و سالم میموندم. بعد از 10 سال، بعد از 10 سال. این شیرینی و چه برای نوش جان شما بخورید، نفر یک خوراک کباب میمون منی. خیر بینی، خیر بینی، خیر بینی. بدیدین گفتم خدا بزرگ. الهی خیر بینی، تشکر. کباب برای عزیز دوستم. خیر بینید، خیر بینید. خیر بینیم برو. نوش جان شما، نوش جان شما. خدا ببخشانه به شما. زنده باشیم. یعنی من 10 سال ازدواج کردم، خداوند برای ما فرزندی ندادیم. بیامدم به این شهر. خب چند وقت ما به همینجا زنگ زدن که خداوند برات یک پسر داده. ما گفتم از اون خوشحالی دیگه ما پرواز کنم. گفتم همشیری از یعنی دوستایی که اینجا هستم همگی یک خوراک کباب گوشت نوش جان کنم میمون من. نوش جان شما، نوش جان شما. بفرمایید بیاین خدمت نوش جان، نوش جان. خداوند برای شما فرزندی بده که همین شهیدی کنیم و میمونی کنیم و شهیدی بگیریم. فلفل هم بزنم بخوره. تبریک باشه، تبریک باشه. خدای مراد شکم زودی میده. خیلی بینه بیچاره. همین حساب از اینا نوش جان کنیم، نوش جان. خیر بینی برو، تشکر. زنده باشین. نوش جان شما، نوش جان. نوش جان، نوش جان، نوش جان. خیر بینیم. چند شده حساب؟ باش از قابل نداره. زنده باشیم، زنده باشیم. میگیم به شما. کنم بعد از 10 سال خدا برای من پسر داد. خدا مبارک کنه. به همون جا خونه هم که بودیم گفتم به کل همسایه‌ها شیرینی بدیم، گوسفند به قل قربونی کنیم. درست میگی. زنده باشیم. چند شد ان شاء الله؟ باش از قابل نداره. زنده باشیم، زنده باشیم. 1500. 1500. این 500 دیرم برای بچه‌ها بدیم خود خرج کنم. خدا حافظ شما. قربان شما. نوش جان شما. نوش جان. زنده باشید. 1000 نخود و لپه و ماش، 1000 تیم روغن. هر چی رو به تو نمیگم تو کار خودخور میکنی بابا. 1000 برای ده دفعه به تو میگم وقتی درس خور بخون، درس خور بخون. هم یک سره و یک سره تو بزی. خب کوشا تو کو کوشا فوتبالی خب پاک نمیگی نه پاک میکنی. درس خورم نمیخونی. امروز معلم تو زنگ زده که فقط شوخی. سلام علیکم. سلام علیکم. خنده نباشه. بچه مگر یک کمکی درس خون باشه، حرف شنوی داشته باشه. هم هفته یک روز معلم تو زنگ میزنه که ببخشید بچه گک شما درس نمیخونه و بیای. چی حال داری؟ شکر. صحت شما خوبه؟ خیلی سلامتی؟ سلامتی. زنده باشین. چی حال داری؟ صحت شما خوبه؟ بچه شما نه؟ جان ها بچه مانه که عادی شوختر دیگه ما نداریم. همین یک بچه دارین؟ داد خدا همین یک بچیه. نام خدای بی یک هفته زکلون شدم. متوجه نشدم. یا چما هستش همین هفته جلوتر داخل رستوران ما میمون کردن، گفتیم خدا به من پسر داده. یعنی به می یک هفته اینو چند سالی هم؟ 11 ساله شده. نام خدا بی یک هفته بچه آدمیزاد 11 سالشه. از خواسته باشیم حال یادم آمد. اون روز داخل رستوران دیدم شما و خانم شما آمدیم. خانم شما میگه کباب مامو
شما میگفتیم که پول ندارم یا کم دارم، فضولی هم بشد مگه پا شما شنویدم. بعد گفتم که باش یه کاری کرده باشم، به دروغ گوشیر برداشتم و بعد گفتم که خدا به من پسر داده بعد از 10 سال و همون جوگار میمون کردم به کباب و شما هم خود خانم خو میمون میبودیم. هدف شما از این کار چی بود؟ فقط خواستم حداقل یه کار کرده باشم که شما شرمنده زنه به چه خون نشیم و من یه کاری کرده باشم که به دل خودم گوار باشه. از همون واسه می دروغ گفتم این کارو بکردم. من یک بچه 10 ساله دارم و از زندگی هم خیلی خوشم. خیلی کسا هستم پول دارم هم روش خرج کردن یا نمیفهمم. خداوند خیر بده شما. زنده باشید. با عزت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. میبخشیم دیگه روز گپا شما رو شنیدیم فضولی هم باشد. همین کار از دست ما برمی اومد. امیدوارم شرمنده خود پیش خانم خود نشده باشید. سلامت باشیم. شما خیلی در حقمون نیکی کردید. زنده باشید. شما رو عمر بده. زنده باشید. خیلی بیایم حالی بریم بچه‌هاش میمون باشه. زنده باشید. من مگری برم به مکتبی و که معلم ازی گفته درسی و خوبه ولی شوخه. بچه‌ها دیگه همین درس. زنده باشید. بریم با درس شما. بخون کوکاشو. درس بخون. خداحافظ شما. کاش که مثل همین که آدم‌ها 3-4 نفر پیدا شد.